ببین امروز میخوام راجع به استانداردهای شارژ بهتون بگم. یکیش CCS هست که توی اروپا هست و توی آمریکا هم هست. CCS 1 توی آمریکا، CCS 2 توی اروپا هست. میبینین تعداد پورتاشو. این DCه. CCS ها کلا DC هستن. پورت ACش دیگه جدا است. این الان فقط DC CCS هست. توی این استیشن ما یه استاندارد جالب دیگه ای داریم به نام چادمو. استاندارد چادمو فقط توی ژاپن هست و یه سری خودروهای ژاپنی. توی دنیا دیگه این رواج نداره، یعنی کمتر ماشینی هست که از این استاندارد استفاده کنه که فعلا فقط توی ژاپن استفاده میشه. اینم که استاندارد AC است. این AC تا 43 کیلوواته. این AC که اینجا هست در واقع اگر ماشینی سه فاز رو هم پشتیبانی کنه، این میتونه اون ماشین رو سه فاز هم شارژ کنه که تا 43 کیلووات نوشته که توانایی داره. در کل در رابطه با شارژرها و استانداردهاشون بخوایم بگیم، بهتره که ماشین ها استاندارد فقط CCS رو داشته باشن که همه در واقع پروتکل های شارژ توی یه پورت خلاصه بشه. بیا من بهت پورت خود ماشینم نشون بدم. خب ببین وقتی میگیم CCS یعنی یه ترکیبی از AC و DC توی یه پورت خلاصه شه. یه لحظه بیا جلو نگاه کن، این قسمت رو که برمیداریم این قسمت میشه DC، این قسمت میشه AC و پورت CCS مستقیما به این وصل میشه. الان نگاه کن، ما این پورت شارژر خانگی رو داریم برای این، فقط به قسمت AC این وصل میشه، درسته؟ و پورت خود CCS برمیاد یه قسمت داره که به قسمت بالا و این قسمت که بخش DCش هست به قسمت پایینش وصل میشه و این استاندارد شارژی است که هر دو تا پورت رو توی یه پورت خلاصه کرده. حالا توی امریکا با CCS 1 شناخته میشه، توی اروپا و بقیه جای دنیا با CCS 2 شناخته میشه.